کتابو کیلویی میخرن؟ مگه آهنه؟ خوب داره میگه، من 12800 قیمت دارم. چی رو خوب داره میگه آقا؟ این کتابا کلمه به کلمه، خط به خط، صفحه به صفحه نوشته میشه، بعد من کیلویی بفروشم؟ اینا همه گلچین شده است. مثلا این قفسه همش مختص خانم زویا پیرزاده، این طبقه مال رضا براهنی، این طبقه مال مصطفی مستور. کتابای مردم رو داری میفروشی؟ بابا فردا نیان شاخ شب، من حوصله دردسر ندارم. کتابای مردم چیه؟ این آقا حتی اسم نویسنده هاش یک بار به گوشش نخورده. من مانیفست دارم. شرمنده داداش، من لوازم الکترونیکی خرید ندارم. آقا جون من اصلا نمیفروشم، بده من نمیفروشم. من پوستم کنده شده تا این کتاب خونه رو حفظ کردم، بعد بیام این گنجو بفروشم به کسی که اسم نویسنده هاشو نمیدونه؟